بینندگان عزیز سلام. چقدر خوشحالم که خداوند یک فرصت دیگه به من داد تا درسی از کتاب مقدس با هم از این تلویزیون داشته باشیم. درس امروز تیترش هست آرامش. عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 14 آیه 27 می‌فرماید من هدیه‌ای نزد شما می‌گذارم و می‌روم. این هدیه آرامش فکر و دل است. آرامشی که من به شما می‌دهم مانند آرامش‌های دنیا بی‌دوام و زودگذر نیست. پس آسوده خاطر باشید، نترسید. درس ما رو این آیه است. برادران و خواهران عزیزم، برای درخواست دعای خودتون به تلفنی که واتساپی که روی تلویزیون هست اگر مایل بودید تکست کنید. تا یک هفته تکست شما رو با وایس جواب میدم و دعا میکنم. کتاب مقدس رایگان هر جای دنیا مگر کشورهایی که اجازه نمیدن نمیتونیم از طریق این منستری هولی اسپریت منستری بفرستیم مگر اجازه بدن. برنامه یوتیوب، برنامه‌های قبلی کتاب مقدس صوتی، آیدی میترا کهنزاد همونطور که رو تلویزیون زده بزنین، همه برنامه ها و کتاب مقدس صوتی میاد. متشکرم. دعا کنیم. معلم عزیز روح القدس، به تو خوش آمد میگیم. دعا میکنیم به نام مسیح هر آنچه گفته میشه با تأیید و نظر تو باشه. کسانی که امروز دعا میکنن جواب دعای خود رو بگیرن. به نام مسیح آمین. آرامش یکی از چیزهایی است که اکثر کسانی که میان به کلیسا میگن که میشه برای آرامش ما دعا کنین، آرامش نداریم. بالاخره همه دنبال آرامش هستن. عیسی مسیح در متی باب 11 آیه 28 میفرماید بیایید نزد من ای تمامیه، بیایید نزد من. عیسی مسیح میگه ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم بخشید. هیچ پیغمبری در طول تاریخ بشری نگفته بیایید نزد من. همه میگن برید به طرف خدا، ولی عیسی مسیح میگه بیایید پیش من. این داستان خیلی قشنگه، من خیلی برکت گرفتم، گفتم برای شما هم بگم. یه معلمی در مدرسه به بچه ها میگه یه نقاشی بکشین تصویر آرامش باشه و توصیف کنین که آرامش چیه، تو این نقاشی بکشین. بچه ها یکی چمنزار رو کشید، یکی یه درخت بغل رودخونه رو کشید، یکی بلبلا چهچه میزنن رو کشید، یکی آسمان آبی رو کشید و گفت آرامش اینجاست. یکی از بچه ها که نمره 20 آورد یه دریای متلاطمی رو کشید پر از امواج که در وسط این دریا صخره‌ای وجود داشت، یعنی دریای طوفانی یک صخره‌ای وجود داشت. یه پرنده‌ای با بچه‌هاش توی لانه روی صخره نشسته بودن. این عکسو کشیده بود از آرامش. معلم گفت این نقاشی نمرش 20. آفرین. آرامش اینه، معلمه میگه آرامش اینه که دور و برمون متلاطمه و ما مردان و زنان آرامی باشیم. آرامش یعنی دور و برمون متلاطمه ولی ما
مردان و زنان آرامی باشیم. این هدیه است که مسیح به هر کس بخواد به او میده. یوحنا 14:27. من هدیه‌ای نزد شما میگذارم و میروم. این هدیه آرامش فکر و دل است. آرامشی که من به شما میدهم مانند آرامش‌های دنیا بی دوام و زودگذر نیست. پس دل شما مضطرب و هراسان نباشد. من خودم با دارو، دکتر، همه چی موافقم. همه اونا رو از طرف خدا میدونم وقتی که اثر میکنه. ولی جدیدن یه CD های اومده میگن که میگن اینها رو گوش کنی آرامش میگیری. من نمیگم بده، من نمیگم چیزی، ولی اینها آرامش زودگذره. شما امروز CD رو گوش میدی، مشکل فردا میاد دوباره ناراحتین. آرامش پایدار نیست. ولی عیسی مسیح میگه من آرامش پایدار به شما میدم. من ببخشید سال 1973 مسیحی شدم. اون موقع میرفتم دانشگاه تهران، رشته روانشناسی میخوندم. بعد اون موقع من شفا گرفتم از مرض اعصاب و روان. دیدم روانشناسی آرامش پایدار نمیده به من. الان خوبم، 2 دقیقه دیگه بدم، اینطوریه. بعد مسیح منو شفا داد. حتما گوش دادین زندگی منو، میتونین یوتیوب برین ببینین. آیدی میترا کهنزاد چگونه شفا و آرامش گرفتم. بعد در دانشگاه بودم در سال 1975. میخوام بگم ببینین مسیح چه آرامشی میده. یک دانشجویان یک گرد همایی داشتن که میرفتن اونجا. مثلا اگه کسی ضعیف بود در یکی از درساش، یکی از دانشجویان مثلا دانشگاه های دیگه پول میگرفت میومد درس میداد. من آمارم ضعیف بود، ریاضیاتم ضعیف بود. بعد رفتم تو این سازمان و اینا. یه آقایی بود اونجا مار اون سازمان و اینا به ما خوش آمد گفت و تلفن‌های همه رو گرفت و اینها. من اومدم خونه، من نمیدونم چطور شد این آقا به من تلفن زد. گفتش که خانم میترا، من معلم درس ریاضیات هستم. اگه شما میخواین که معلم بگیرین من حاضرم، پول میگیرم درس میدم. گفتم باشه. من اتفاقا ریاضیاتم ضعیفه، رشته آمارم ضعیفه. گفتش که باشه. قرار گذاشتیم چه ساعتهایی این بیاد به من درس بده. این اومد به من درس داد. منم نمره آمارم شد خیلی خوب شد، گذروندم اون کورسو. بعد این آقا به من تلفن زد و اینا، خیلی اظهار علاقه و عشق و اینا. من گفتم که شما پولتون رو نگرفتی، اینقدر پول من تو پاکت گذاشتم برای شما میگیرم میفرستم. گفتش که من به هیچ وجه پول از شما نمیگیرم، به هیچ وجه. هر چی ما خواهش کردیم گفت پول نمیگیرم. گفتیم باش، دیگه چی کار میتونستم کنم. بعد این آقا هی اظهار علاقه، هی دانشگاه اون فنی بود، من دانشکده ادبیات بودم. بالاخره تو دانشگاه تهران همدیگه رو میدیدیم. این علاقه زیاد و زیادتر شد، هی اظهار علاقه میکرد. بعد خواهرم به من گفتش که این آقا این دفعه که اومد اظهار علاقه کنه بگو که شما چه دوست داشتنتون بر چه اساسیه. اینا من دوست داشتنم روی یک هدفیه، شما چی؟ من حاضر نبودم با یه نفر همینطوری برم بدون قصد ازدواج. بعد این آقا روزی که اومد دوباره اظهار علاقه کرد، من پرسیدم که شما این رابطه رو برای چی میخواین اظهار علاقه میکنین؟ گفت برای دوستی، نگفت برای ازدواج. گفتم خیلی خوب. بعد دیگه من ول کردم.
ول کردم و اینها. خب دانشگاه یک مسافرتی گذاشته بود، مرتبم این آقا می اومد، من می دیدمش. دانشگاه یه مسافرتی گذاشته بود به بندر پهلوی اون زمان. بعد من هم علاقه‌مند شده بودم به این، فکر کردم که این آقا که میاد به این مسافرت، منم برم این مسافرت، شاید این رابطه به ازدواج بکشه. رفتم و 20 سالم بود، لباس خریدم و کفش و چی و اینا که این مسافرت دانشگاه برم. این مسافرت دانشگاه رفتم. من اون زمان 20 سالم بود، نه تلفن دستی، نه یه دوا توی کیفم بود، نه حتی یه آسپرین، هیچی. یه 20 ساله خیلی قوی و خیلی سر حاله. بعد هیچی، ما رفتیم تو این اتوبوس نشستیم و از همه دانشکده ها بودن، رفت به طرف بندر پهلوی. این آقا هم اومد. بعد اولین شب گفتن که شام میریم فلان هتل، همه ساعت مثلا 7 بیان. منم لباس پوشیدم و شیک کردم و رفتم رستوران. همه پیش خودم فکر میکردم که خب الان این آقا میاد با من دیگه، اینقدر اظهار علاقه کرده، میاد سر میز من هرچی معطل شدم دیدم این آقا نیومد. خیلی ناراحت شدم. هی نگاه کردم دیدم که این با یه دختر دیگه سر میز دیگه اون پشت نشسته، خیلی هم نزدیک به هم. من خیلی ناراحت شدم، گفتم خدایا این چقدر به من دروغ گفت، پس اینقدر علاقه داره. من برای اینکه حالم بد نشه، نه قرصی نه هیچی، رفتم اتوبوس که نگن که مثلا این حالش به هم خورد، آمبولانس اومد برد. از حسادت نتونست ببینه این پسره رو. بعد من رفتم تو اتوبوس، دلدرد شدید، چه دلدردی، اصلا میخواستم فریاد بزنم. من چون اون موقع 73 مسیحی شده بودم، این سال 75 بود، در اون اتوبوس تاریک در بندر پهلوی، تاریک وحشتناک، تو اون اتوبوس عیسی مسیح رو صدا زدم، ای عیسی مسیح منو کمک کن، من الان اینجا حالم به هم بخوره، همه میگن این از حسادت حالش به هم خورد. همینو که گفتم اینقدر ناراحت بودم، صدایی بلند تو اون اتوبوس اومد که عشق تو من هستم، بلند. دل درد کاملا خوب شد، خوشحال، نیرو گرفتم و اینا از سر شام اینا برگشتن تو اتوبوس. این پسره و دختره دست تو دست هم از جلوی من رد شدن. من انگار نه انگار، شادی، دعا. این آرامش و مسیح به شما میده. من اینو تجربه کردم سال 1975. یه پسری رو که دوست داریم با یه خانم دیگه بیاد از جلوتون رد شه، اصلا ناراحت نشین، خوشحالم بودم. بعد 3 روز اونجا بودیم، این 3 روز من خوشحال، شاد و اینا هم دائم دست تو دست هم با هم بودن. آرامشی، مسیح میگه آرامشی که من به شما میدم دنیا نمیتونه به تو بده، هیچ کس نمیتونه بده، نه قرص اعصاب، نه CD آرامبخش، فقط شخص عیسی مسیح اون شب ظلمانی و تاریک به من. بعد از 3 روز با خوشحالی برگشتم به ایران. اولین جایی که رفتم کلیسا زانو زدم، تشکر کردم، خدایا ممنونم، اولا به من آرامش دادی، آبروم اونجا نرفت. بعد متشکرم که فهمیدم این پسر به درد ازدواج نمیخوره. کسی که یه دقیقه با اینه، یه دقیقه با کسی دیگه، به درد نمیخوره. و من تا امروز که الان این برنامه رو دارم صحبت میکنم، از عیسی مسیح تشکر میکنم که من با این مرد ازدواج نکردم و خداوند شخص بهتری به من داد. خداوند اگه چیزی ازت میگیره، مسیحی هستی، چیز بهتر به تو میده. آمین.
خب پس این داستان گنجشکم گفتم، اینم که گفتم چطور خداوند آرامش میده. ما اینطور آرامش احتیاج داریم. یه دفعه دیگه دخترم کوچیک بود، مثلا کلاس اول دبستان بود، با اتوبوس میرفت مدرسه شو میاد. راننده اتوبوس اومد، مریم تو اتوبوس نبود، بچه 7 ساله. آقای راننده چی شد؟ گفت خانم من چه میدونم، حتما دزدیدنش، چی شده؟ ولی یک آرامشی خداوند به من گذاشت، من تا مدرسه رانندگی کردم، آرامش فوق تصور. شما میدونین بچه‌شو آدم چقدر دوست داره. بعد راننده اتوبوس بگه شاید دزدیدنش. بعد رفتم مدرسه، دیدم مریم نشسته پیش مدیر، جا مونده. خیلی من از این وقایع دیدم. یه دفعه دیگه همین تو آمریکا گفتن تو مدرسه پسرم بمب گذاشتن، تمام مدرسه رو پلیس گرفته. خداوند چنان آرامشی به ما داد، سیروس از مدرسه برگشت و بمبم نترکید، بمب رو پیدا کردن. خداوند به ما آرامش میده، واقعا این درسته. حالا یک چیزی بگم، یک کم بخندید. یه ایمانداری گفتش که وقتی میام کلیسا آرامش و شادی وجود منو میگیره، وقتی نزدیک منزل میشم آرامش میپره، توی خونه که میرسم دیگه آثاری از آرامش نیست. خب چرا توی خونه آرامش نیست؟ این بستگی داره به چقدر شما در مسیح میمونید. مقدارش همون 1 ساعت کلیساست، یا 1 ساعت هم وقت دعا میدین، هر روز کتاب میخونین. مقداری که در مسیح میمونین و دعا میکنین آرامش شما رو در خونه هم تثبیت میکنه. یعنی برگردین به خونه جنجالی و شلوغ و فوش و اینا، باز آرامین. بله، کلیدش همینه. رابطه ما با اوست که ما را در آن آرامش نگاه می‌دارد. عیسی مسیح می‌فرماید برای این آرامش باید به حضور خداوند رفت. خود مسیح بارها آرامشش رو به ما نشون میده. مثلا در طوفان دریا خوابیده بود، او رو بلند میکنن، میگن مگه نمیبینی طوفانه؟ مسیح میگه ای کم ایمانان، چرا دلنگرانی؟ شما لازم نیست نگران باشی، چون عیسی با شماست. هر دقیقه عیسی با ما، لازم نیست دلنگران باشی. عیسی در برابر پیلاطس میبینیم حکم قتلش رو امضا میکنه، میفرماید اگه قدرت از بالا نبود تو قدرت بر من نداشتی. کمال آرامش عیسی مسیح رو در انجیل میبینیم. مهدی دیباج، شهید پر افتخار کلیسای ایران، بعد از 9 سال و خورده‌ای در زندان بود، قاضی اونو صدا زد، گفتش که شما دیگه آزادید. او دستمالی از جیبش در آورد، اشک ریخت. قاضی گفتش که خب میدونم که تو خوشحالی که الان آزاد شدی، داری اشک میریزی. مهدی دیباج گفت نه، من خوشحال بودم که چون دائم به من میگفتین اعدام میشم، من حکم اعدامم صادر شده، فکر میکردم حکم اعدامم صادر شده، از خوشی گریه میکردم که میرم پیش عیسی مسیح، میرم پیش محبوبم. او لحظه شماری میکرد که بره پیش مسیح، ولی حالا آزاد میشد. همون کلینکسی که گریه کرده بود و به ایماندارا نشون داد. بعدم که آزاد شد، همه فرار میکنن به اروپا و اینا بعد زندان. مهدی دیباج گفت نه، میخوام برم افغانستان، دوستان زیادی دارم، اونا رو ببینم.
خداوند، اینو گوش بدین، وقتی در زندگی ما هست شرایط دیگر زیاد مهم نیست. تو خانومی که شوهرت میزنه، فوش میده، دعوا میکنه، خرجی نمیده، وقتی خداوند در زندگیت هست شرایط دیگر زیاد مهم نیست. موقعیتت از دیباج سخت‌تر نیست. ببین چه جور شادی داشت. دائما در زندان به دیباج میگفتن چرا دست از ایمانت بر نمیداری، چرا به دین قبلیت بر نمیگردی، هر روز سرحالی. این سرحالی و خوشی از کجاست؟ به اونها میگفت شما وقتی که توپو محکم میزنین به زمین بیشتر بالا میره، هر چقدر شما اذیت میکنید بیشتر به او پناه میبریم. تراوت، اینم گوش بدین، تراوت و شادی از پناه بردن به خداوند است. تراوت و شادی از پناه بردن به خداوند است. همان عیسی که برای دیباج بود برای من و تو هم هست، هیچ فرقی نمیکنه. آمین. عیسی مسیح در حضور پیلاطس که حکم مرگش رو صادر کرد آرامش و قدرت و اقتدارش رو نشون داد. در پای صلیب آرامش خودش رو نشون داد. به فکر مادرش بود، خون از پا و دستش میرفت. به یوحنا گفتش که مواظب مادرم باش. خداوند این چنین آرامش هدیه است به ما میده. من امتحانش رو دادم دیگه در بندر پهلوی، در وقتی که دخترم تو اتوبوس نبود، در وقتی که مدرسه پسرم بمب گذاشته بودن. خداوند این و چیزهای دیگه زندگی که این ساعت هدایت نمیشم بگم. اگر خداوند هدایت کنه جاهای دیگه، نه فقط من، از دیگرانم بپرسین. یه آقایی تعریف میکرد در ایران رفته بودن پیکنیک، پسر بچهش گم میشه، این ایماندار بوده، میگه همه ناراحت بودن دنبال پسر بچه بگردن، این پدرش که ایماندار بود میگفت نه ناراحت نشین، پیدا میشه و پیدا شد، بچه پیدا شد. وقتی عیسی داشت میرفت به یک شهری، یایروس رئیس کنیسه میاد میگه دخترم در حال مرگه. یه عده‌ای از خونه یایروس میان میگن استادو زحمت نمیده، دیگه تموم شد، دیگه مرد. مسیح آنن دست یایروس رو میگیره، میگه نترس، ایمان تو ادامه بده. برای زن مومن، برای مرد مومن همه چی امکان داره. چون مسیح میدانست که ترس شما را فلج میکنه، ترس یایروس رو فلج میکنه. میگه ایمانت رو ادامه بده، نه ترس چیز بدیه. حالا یه داستان قشنگ دیگری براتون بگم. وبا، بیماری وبا میرفت یه شهری که مردم رو بکشه. حاکم شهر به وبا میگه چند نفر رو میخوای بکشی؟ میگه که 10,000 نفر. حاکم خواهش میکنه، تمنا میکنه، میگه 5,000 نفر رو بکن. وبا میگه باشه، 5,000 نفر رو میکشم. وبا میره میکشه، برمیگرده. حاکم بهش میگه که شما گفتی 5,000، چرا 100,000 نفر رو کشتی؟ وبا میگه من 5,000 نفر رو کشتم، بقیه از ترس مردن. ترس قوی ترین اسلحه شیطانه و اینه که مسیح میگه من آرامش خودم رو به شما میدم. اگه آرامش میخواین برین دعا کنین، روز وقت بذارین، کلیسای کوچیک بغل تختتون دعا درست کنین، کتاب مقدس، صلیب مسیح، اینها رو بذارین، وقت بذارین. من هر روز بعد از ظهر یک قهوه میگیرم،
قبلا هم گفتم میرم در کلیسا بتونم این برنامه ها رو اجرا بدونم. خدا به من قوت بده، حملاتی که به من میشه و واقعا خداوند به من آرامش میده. شما هم امتحان کنید، شما امتحان کنید. من همیشه این کار نمیکردم. چندین سال پیش که سرطان گرفتم روزی 3 دفعه میرفتم کلیسا دعا. خداوند منو شفا داد از سرطان و اون موقع که دیدم اینقدر آرامش میگیرم ادامه دادم. الان هم مرتب میرم کلیسا، البته روزی 1 بار، نمیرسم روزی 3 بار برم. آرامش و آرامی یکی از وعده های زیبای خداوند است. در کتاب مقدس میگه به آرامی من داخل خواهید شد. به بعضی ها میگه به آرامی من داخل نخواهید شد. آرامی چه معنی میده؟ مثلا الان من دارم با پای تلویزیون میگم، شما فکر میکنین آرامی یعنی سرزمین آب و نان و پول. آره، ولی ببینید که کشورهای فقیر چقدر شادتر از کشورهای ثروتمند زندگی میکنن. این یه دانشگاهه، ما یاد میگیریم. کشورهای فقیر، آدمهای فقیر شادتر از آدمهای ثروتمند هستند. گفتم به شما ما 10 سال اول ازدواجمون توی خونه‌ای بودیم، محل گنگا و دائم هلیکوپتر بالای خونه‌مون بود دزدا رو بگیره و اینا. بعد اومدیم، خداوند معجزه کرد، اومدیم خونه خوب و قشنگ و همه چی به من داد. بعد دخترم گفتش که ماما بهترین دوران زندگی من اون خونه گنگا بوده، اونجا زندگی میکرد. ببینی شادی اونجا بود که دخترم میگه ما اونجا از همه جا بیشتر شاد بودیم. امثال میگه به اطرافت نگاه کن و حکیم شو. مال زیاد اضطراب میاره. آرامش مسیح در رابطه با پدر بوده. آرامش تو در رابطه با مسیحه و خدای پدر. یوحنا 16:32 عیسی مسیح میفرماید زمانی میرسد و به راستی همکنون فرا رسیده که پراکنده خواهید شد. به شاگردانش میگه هر یک به خانه و کاشانه خود خواهید رفت و مرا تنها خواهید گذاشت. اما من تنها نیستم، زیرا پدر با من است. میخواهی در زندگیت پیروز باشی، آویزون به انسانها نشو، آویزون فقط به عیسی مسیح شو. دشمنان زیاد داری، آویزون به عیسی مسیح شو، زیرا میگی پدر با منه، من از هیچ دشمنی نمیترسم. انسانها تو رو ترک میکنن، مخالفان خواهی داشت، مشکلات خواهی داشت، دنیا سر ستیز با تو خواهد داشت. عیسی مسیح میفرماید ولی من آرامش خود را به تو میدهم. درس رو با این آیه تموم میکنم. متی 11:28 بیایید نزد من. اینو کی میگه؟ عیسی مسیح. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت. زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است. اون یهودیا که از این بار سنگین شریعت نمیتونستن، واسه بود دائما این کارو کنن، چششون این زن رو دید، چششون اون مرد رو دید، گناه کردن. اینا در مسیح بار سبکه. خداوند تو رو پاک میکنه. بین 1000 تا مرد بری، بین 1000 تا زن بری، چشمت پاکه، پاک میکنه، بارش سبکه. تو نباید زجر بکشی بیای خونه
بگی من به این نظر کردم، من به اون نه، پاک هستی، عیسی تو رو پاک میکنه. متشکرم. فکر میکنم درس رو تا این ساعت تموم کنم. با ما باشید برای دعای متحد، دعای نجات، دعای اضطراری. حالا به یک سرود زیبا با همدیگه گوش میدیم. متشکرم. दिन मनावांगे ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ।
खुशी मनाउंदे ने सारी सृष्टि नाल मिल के ਅਸੀਂ ਸਾਜ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਜ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਕਰ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅੰਜੀਲ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਅੰਜੀਲ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਮਨਸੂਬ ਵਫਾ ਰੱਬ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂਗੇ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗੇ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗੇ چقدر قشنگ بود. چقدر میبینیم که ملت‌های دیگه هم به مسیح ایمان میارن، زندگیشون چطور عوض میشه. یه پسری به من گفتش که من یه عادت خیلی زشتی دارم، زجر میکشم، هر چی میکنم، هر چی میخوام خودم رو کتک بزنم بره چی، این نمیتونم، قدرت ندارم. اونهایی که گناه احساس میکنن گناهکارن، امروز این پیغام برای اونا، گناهکارن، همچین عادتهایی دارن، مثل حسادت، مثل خیلی چیزا که نمیشه الان من از تلویزیون بگم، عادتهای زشت، زجرآور، حتی احساس گناه شدید، بیخودی احساس گناه میکنن. اونهایی که میخوان عیسی مسیح رو به قلبشون دعوت کنن، گناهانشون رو میبخشه و به اونها آرامش میده. این عادتهای زشت در مسیح پاک میشه. میخواد مواد باشه، میخواد چیزهای جنسی باشه که زجر میکشین و ناراحت هستین، خداوند شفا میده. به نام مسیح آمین. آماده این؟ اونهایی که میخوان این دعا رو تکرار کنن. من سال 73 در کلیسا این دعا رو تکرار کردم، عوض شدم. آماده این؟ دعا کنیم. ای عیسی مسیح، خدایا شکرت میکنم. این دعا رو تکرار کنین پشت من. ای عیسی مسیح، من گناهکارم. هرچه سعی میکنم اعمالم را درست کنم نمیتونم. هرچه سعی میکنم این گناه را انجام ندم قادر نیستم. تو را به قلبم دعوت میکنم امروز. گناهان مرا ببخش و به خصوص این گناه رو از قلبم پاک کن. ایمان دارم که به خاطر گناهان ما به روی صلیب رفتی و روز سوم از مردگان زنده شدی و خود را ظاهر کردی. به من تولد تازه بده، مثل این پسر هندی که تو فیلم دیدیم الان، خوشحال بود که من میرم این خبر رو به همه میدم.
زندگی منو عوض کن. بوی شادی ندارم، منو مثل مهدی دیباج کن. در زندان اینطور شاد بود، مرا عوض کن. همه چیز دارم ولی شاد نیستم، حتی پول دارم زیاد ولی شاد نیستم. به من آرامش بده، به من شادی بده. کمک کن تو رو پیروی کنم و کتاب مقدس را بخوانم. متشکرم که در فردوس پیش تو هستم و از روح القدس دعوت می کنم که به قلب من بیاد و با من بمانه برای همیشه. آمین آمین آمین. شکر میکنیم خداوندو، شکر میکنیم. یک خانومی، من اسمشو نمیتونم از تلویزیون بگم، در حکومت گذشته خیلی معروف بوده، یعنی من الان به شما بگم همه میشناسن و خیلی ثروتمند بوده. میگه که من حاضرم اون ثروت، اون ساختمونایی که پدرم تو ایران داد، همه هیچی به دستم نیاد ولی مسیح از من گرفته نشه، چون مسیح به من آرامش میده. میگه با هیچ مقدار پولی مسیح رو معاوضه نمی کنم. انشالله یک روز شهادت زندگی این خانم نوشته خواهد شد. من میفهمین که این کی بوده، چقدر ثروتمند بوده. میگه که پول به من شادی نداد، مسیح به من شادی و زندگی داد. شکر میکنم. حال میریم به قسمت دعای متحد. عیسی مسیح گفت اگه 2 نفر به نام من متحد شن، حالا هم که مسیح رو به قلب دعوت کردی امروز، متحد شو دستاندرکاران این تلویزیون و من با شما متحدم. در سکوت آنچه که میخواهی به خداوند بگو، اون چه که آرزوی توست، اون چی که اشتیاق داری به خداوند بگو در سکوت. شکر میکنیم. کلید هر در بسته عیسی مسیحه. درسته که من با اون پسر بندر پهلوی رفتیم، با دانشگاه ازدواج نکردم، ولی خداوند در رو برای من باز کرد. شخص به مراتب بهتر
برای من آورد که اگه زن اون پسر می شدم اصلا این کارهای بشارتی رو اجازه نمیداد بکنم، این منستری بسته می شد. ولی خداوند از رو محبتش بهترین رو به من داد. به تو هم همینطور. دعا تو ادامه بده. اگه اون در به میلت واز نمیشه عیب نداره، شکرگزار باش، چیز بهتری میخواد به تو بده. آمین آمین. حالا دعا برای دفتر دعا. تمام کسانی که تکست میکنید به این شماره واتساپ اسمتون در دفتر دعا نوشته میشه. یک شنبه، پنجشنبه و سه شنبه از تلویزیون دست میذاریم و دعا میکنیم. همه زیر پوشش حفاظت خون مسیح و روح القدس برای این سه دفتر، برای این اسمها دعا میکنیم که همه جواب دعا بگیرن و بهترین جواب دعا رو بگیرن. به نام مسیح آمین. و مریضان همه شفا بگیرن. آمین آمین. شکر میکنم، شکر میکنم. حالا دعای اضطراری. دعای اضطراری ما رو کسایی است که مثلا یکی میخواد خونه بخره، ما تو دعای اضطراری نمیزنیم. کسایی که خیلی ناراحتن، مریضن، تو بیمارستانن، اینها دعای اضطراری میذاریم. به نام مسیح همه زیر پوشش خون مسیح و روح القدس میذارم. از بینندگان عزیز خواهش میکنم در این دعا با من متحد بشن. خانومی که شوهرش با خانوادهش قهر، اجازه نمیده با خانوادهش معاشرت کنه، اجازه نمیده کسی رو دعوت کنه، 7-8 ساله کسی به خانه او نیامده، به نام مسیح این فضای خونه شفا بگیره و شوهرش آروم شه و در حالی که همه زیر پوشش خون مسیح و روح القدس هستن، شریر و شیطان رو در اون مرد میبندیم. به نام مسیح آمین. خانوم دیگه سپیده مشکلات حل بشه، مشکلات خصوصی داره که سخت حل بشه. خانوم سپیده. عباس ایمان و شفا. آمین. حسین این ماه بنا بوده که عروسی کنه، الان در بیمارستان بیهوشه. همه متحد میشیم این عزیز ما به هوش بیاد. ای خداوند به پدر مادرش آرامش بده و متشکریم شفا میگیره. شکر میکنیم. نگار جواب دعا بگیره، مشکلاتش حل شه. اتی و جمشید سلامتی روح و جسم. جمشید ایماندار بشه، بیرون روی اتی که خیلی شدیده استاپ بشه. به نام مسیح استاپ بشه، این بیرون روی استاپ بشه به نام مسیح. آمین. و جمشید نجات و آرامش بیابه، خوب بشه زندگیش. خانومی رابطه عاطفی با مردی داشته، مرد حاضر نیست ازدواج کنه، از ما خواسته که دعا کنین این بستگی و اسارت از بین بره. بسته شده به این مرد. به نام مسیح گفت آنچه که باز کنید به نام مسیح باز میشه. به نام مسیح از این اسارت باز شه. آمین. خانومی ترس از رانندگی داره، ترسش بره. شوهرش فوش میده، خرجی نمیده، او هم شوهرش میزنه. به نام مسیح آرامش تو این خونه بیاد و شریر و شیطان رو تو شوهرت میبندیم. توسط تو شوهرت ایماندار میشه به نام مسیح. آمین. دعا فرستادن اورژانس گفتن. پسری به نام آمان در استرالیا اقامت بگیره و درگیری داره با بیماری سرطان خون و درد زیاد داره. هم نجات بگیره و هم شفا بگیره به نام مسیح. آمین
آمین. پسر دیگه ای به نام واحد، خیلی اورژانسه، خیلی مشکل داره، به نام مسیح شفا بگیره و واعظ عیسی مسیح بشه. آمین آمین. شکر میکنم چقدر در همین دعای اضطراری جواب گرفتن. یه نفر ببخشید از کما بیرون اومد. شکر میکنیم. دوستان عزیز، خدا رو شکر میکنم. اینطور هدایت میشم بگم، چرا نمیدونم، بگم که من یک بیمار روانی بودم. سال 1973 عیسی مسیح مرا شفا داد و تو رو هم شفا میده. پیغام همینه، میگه بگو. میگم من بیمار روانی بودم، 1973 عیسی مسیح منو شفا داد، تو عزیزم هم شفا میده. بچسب به عیسی، بچسب. متشکرم. حال فیض خداوند ما عیسی مسیح و محبت خدای پدر و مشارکت روح القدس با تو عزیزم باشد و بماند از الان تا ابدالآباد. آمین آمین. روی همگی شما را میبوسم، جای مادر همه شما هستم. آمین آمین. متشکرم.